در شهری در آمریکا آرایشگری زندگی می‌کرد که سالها بچه دار نمی‌شد. او نذر کرد که اگر بچه دار شود تا 1 ماه سر همه مشتریان را به رایگان اصلاح کند. بالاخره خدا خواست و او بچه دار شد. روز اول یک شیرینی فروش ایتالیایی وارد مغازه شد. پس از پایان کار، هنگامی که قنات خواست پول بدهد، آرایشگر از گرفتن پول امتناع کرد و ماجرای نذرش را به او گفت. فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، یک جعبه بزرگ شیرینی و یک کارت تبریک و تشکر از طرف قنات دم در بود. روز دوم یک تاجر ایرانی به او مراجعه کرد. در پایان آرایشگر ماجرا را به او گفت و از گرفتن پول امتناع کرد. حدس بزنید فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند با چه منظری روبرو شد. 40 تا ایرانی دم در صف کشیده بودند و غر می‌زدند که این مرتکه چرا دیر کرد.